چی رو دیدی؟ خاله معصومه. الان خاله معصومه خوبی؟ خسته نباشی؟ روز بخیر. چه خبرها؟ سلامتی؟ ما انقدر کیفیت رو شنیدیم. تو سیب زمینی، تو سبزی درجه 1 بی‌نظیر. مثلا مگه کسی هست خاله معصومه رو نشناسه؟ حالا یه لقمه خوشگل برای ما می‌گیری؟ یه ساعت وایسادم نوبتم بشه. همیشه اینجا شلوغه. خدا رو شکر. در بگیم. حالا من میکس می‌خورم. مرسی. قرملات، خیارشور، پیاز جعفری هم داری خاله معصومه؟ و پیاز یه دونه سیب زمینی خاله معصومه، سیب زمینیه برای منه. یه دونه هم میکس. اینم برای خواهرم. بچه‌ها نگاه کنین چه پیچشی. بریم که تستش کنیم. ایشون یک از مشتریای فرق‌آمیز خاله هستن. هر روز اینجا. خداییش خوشمزه است. من حالا میام اینجا. مشتری‌ها رو شما بگید. بچه‌ها اینجا 15 خرداد بعد از ناصر خسرو ساعت چی جمع بانک صادرات. خاله معصومه هر روز چه ساعتی هست خاله؟